ساکنان جماعت امانداره که در شهر پنجکین جایگیر است میگویند که آب دریای زرافشان بلند شده زمین‌های شالیکاری آنها را شسته میبرد. شب تا ساعت 4 کار کردیم، باز را آمدیم. من یک وجب ماندگی، یک وجب تمام میگذرد من اینجا. با گفته آنها تا امروز از 300 گکتار زمین کشت تقریباً 20 گکتارش را آب شسته برده است. آنها شکایت میکنند که مسئولان حکومت برای ساحل بندی یاری نمیکنند و تا حال به مشکل مردم رسیدگی نکردند. ساکنان میگویند که بیشتر از یک ماه باز با قوه خود و با شرایط بسیار محدود کوشش دارند پیش بلندشوی آب را بگیرند. در نوارهایی که ساکنان در شبکه‌های اینترنتی نشر کرده اند دیده می شود که خود مردم با چیز و چاره‌های دسترس کوشش دارند ساحل دریا را مستحکم کنند، ولی به یاری مقامات حکومت این تلاش‌ها نتیجه خوب نمی‌دهند. مردم میگویند که اگر همین گونه بی‌پروایی دوام یابد زیان باز هم زیادتر می شود و حاصل شالی از بین می رود. آنها از مقامات حکومت طلب دارند که هر چه زودتر چاره بینند پیش از آن که همه زمین های کشت مردم زیر آب روند. من با تکنیک اینجا به نمی بیاد. من خلق دست کتی من خلق کشیده است. من درخته آجه احتیاج شده.